ختم کننده یکی از مکتب‌های میانه در شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان به زهرآلود کردن معلمه‌شان ایبدار می‌شوند. آنها گفتند که از پولکنی این معلمه به جان آمده بودند و می‌خواستند از وی انتقام بگیرند. تفتیش این پرونده را پلیس نویه بختیارلیق شهر اشقاباد پیش میبرد. به گفته منابع رادیو آزادلیق، دو ختم کننده به آن ایبدار میشوند که به استکان معلمه معلول شستشوی ظرف را ریختند و در نتیجه معلمه در ضیافت بخشیده به ختم مکتب زهرآلود شده به طور فوری به بیمارستان انتقال داده شده است. یک منبع آگاه بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است که ضیافت روز 15 ایون در روی امتحان ختم مکتب صورت گرفته و ختم کنندگان بعد آنکه معلمه از آنها طلب کرده است که برایش مواد غذایی از جمله یک شیشه نوشاکی کوکاکولا بخرند، به خشم آمده خواستند که با این راه از معلمه قصاص بگیرند. گفته می شود که خوانندگان در عموم از پولکنی معلمان و مأموریت مکتب به جان آمده بودند و طلب رهبر صنفشان آخرین قطره شد که کاسه صبر آنها را لبریز و آنها را وادار به چنین راه انتقام جویی کرده است. یک کارمند این مکتب به آزادلیق گفته است که احوال معلمه هنگام ضیافت بد شد و او را با ماشین یاری تاجیلی به بیمارستان نزدیکترین بردند. مأموریت مکتب پلیس را دعوت کرده است و آنها توسط بازپرسی ها دو گمان برشونده را معین کردند. معلوم شده است که برای خریدن خوراکی که معلمه طلب میکرد تمام خوانندگان صنف پول پرداختند، ولی برای خریدن این محصولات دو نفر رفتند. یکی از این دو نفر گمان برشونده را الکی همان روز 15 ایون بلافاصله بعد امتحان راست به ارتش بردند. منبع آزادلیق گفت حالا تنها یک گمان برشونده تحت بازپرسی قرار دارد. دویمش را الکی به ارتش بردند، ولی این اولی هم الکی به سن 18 رسیده است و او را هم میتوانند به خدمت برند. او فعلا تا انجام تفتیشات در خانه قرار دارد، ولی اگر پرونده بکشایند آن دویمی را هم از ارتش برخواهند گرداند. روز 21 ایون در همین مکتب مراسم تقدیم نامه های کمال دایر شد. به گفته پدر یکی از خوانندگان به این مراسم تنها آنهایی را دادند که پول خراجات مراسم ختم مکتب را سپاریدند. آن خوانندگانی را که به سبب مشکلات اقتصادی پول مراسم را ندادند تنها به حجره مدیر شعبه علمی مکتب دعوت کرده نامه کمالشان را به دستشان دادند. آنها را به مراسم تنتنوی که در یک طرب خانه گذشت راه ندادند.